به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاچیان عزیز، برنامه نوبتی ما با سوال و جواب این لحظه ها آغاز می شود و در مهمانی ما داملا سهرابادلیان. واقعا امروز ها به واسطه برنامه های ما و پایان نوارهای ما سوال ها از جانب شما زیاد آمده می رسد و متاسفانه به همه سوال های شما جواب گفته نمی توانم. داملا به هر حال بعضی از آن سوال ها رو انتخاباً از پایان نوارها گرفتیم و از داملا سوال میکنیم و انشاءالله به مسئله های خود جواب خواهید گرفت. داملا خوش آمدید میگویم یک بار دیگر شما را. اینجا سوال آمده است از جانب تماشابین ما. پرسیدند که آدم میتواند نماز ظهر را همه وقت در آخری وقتش خواند و بعد عصر را در سر وقتش و همچنین شام و خفتن را نیز همین طور خواند می شود؟ گفته سوال کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در صحیح بخاری و مسلم از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ثابت است که حضرت عبدالله بن مسعود گفتند که یا رسول الله، ای العمل احب الى الله عز وجل، کدام عمل در نزد الله تعالی عملی بهترین است؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش. یعنی این چی معنا دارد؟ وقتی که نماز پیشین که وقتش در آمد، در ابتدای وقتش نماز خواندن این عملی هست که در نزد الله تعالی محبوب است، الله تعالی دوست می‌دارد. و همین گونه وقتی که نماز عصر هم که در آمد، در ابتدای وقتش نماز خواندن به الله تعالی عملی پسند است. یعنی این عملی بهترین است. گاه ها در حالت های ضرورت می شود انسان نماز ظهر را یعنی پیشین را در آخری وقتش خواند و حال قضا نشده. همین که نماز خوانده شد، وقتی نماز پیشین هم به آخر رسید و نماز عصر شروع شد، یعنی با یک طهارت هم نماز پیشین میخواند هم نماز عصر میخواند. یعنی این عمل جایز است، لیکن این عمل نه همه وقت مشروع است. برای آنکه انسان وظیفه دار است که به جماعت رود، با هم محله های خود در نماز جماعت واخورد و نماز جماعت طبق قول اکثر علما واجب است. حتی بعضی علمایی که سنت گفتند، سنتی مؤکده گفتند و رخصت دادن نمیشد مگر با عذر گفتند. ببینید، سنت گفتند، نماز جماعت سنتی مؤکده است ولی رخصت نیست مگر هم با عذر گفتند. ترکش، برای ترک جماعت رخصت نیست مگر با عذر گفتند. یعنی بی عذر و به عذر انسان به این عمل عادت نکند. لیکن یک بار دو بار مثلا اگر ضرورت داشته باشد، واقعا شرایطش همین خیل باشد، یعنی ممکن است، چون وقتی پیشین حالا قضا نشده است. وقت های نماز ابتدای و انتها دارد، سرشوی و آخر دارد. حضرت جبریل وقتی که بار اول نماز در آسمان فرض شد، پگاهش جبریل آمده از نماز پیشین شروع تا بامداد آینده 5 وقت نماز به پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد. روز اول در ابتدای وقت، روز دوم در انتهای وقت. مثلا پیشین اگر ساعت 1 باشد، روز یکم جبریل آمده در ساعت 1 امامتی کرد. روز دوم اگر پیشین در ساعت 4 تمام میشده باشد، روز دوم در ساعت 4 آمده امامتی کرد. عصر هم همین گونه، شام هم خفتن هم بامدادم. بعد گفت که الصلاة بین هذین الوقتین، نماز بین همین دو وقت است. یعنی از همین سرحد تا این سرحد نماز قضا نیست، درست است، ولی بهترین عمل نماز در وقتش. داملا در بعضی منطقه ها با مذهب یک امام میخوانند و در منطقه های دیگر با مذهب امام دیگر میخوانند و ما خودمان شاهد شدیم که مثلا در یک کشور نماز عصر را وقتی که اذان گفتند پس از چند لحظهش نماز عصر را اجرا میکنند و باز در یک کشور دیگر سفر کردیم که نماز عصر می درآید اما نماز عصر را تقریبا
از 2 تا 3 ساعت به تاخیر میگذارند و دیر میخوانند. اینش چگونه است؟ بله، این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که ظل کل شیء مثلیه میگن. وقتی که سایه هر یک چیز غیر سایه اصلی خودش اگر 2 برابر شود بعد نماز عصر می‌دراید میگن. این مذهبی صاحب مذهب خود امام ابو حنیفه رحمت الله. اما شاگردانشان ابو یوسف قاضی رحمت الله علیه و محمد ابن حسن شیبانی مثل قول شافعی و مثل قول جمهور گفتند. ظل کل شیء مثله گفتند. سایه هر یک چیز 1 برابر شود نماز عصر می‌دراید گفتند. لیکن در این حالت بهترین عمل کدام عمل است؟ مثلا شما در یک جای فرا آمدید، مهمان شده در یک شهری که مردم آنجا مذهب حنفی دارند. عصر را وقتی که سایه هر یک چیز 2 برابر میشد ثانی میخوانند. یعنی شما آیا در مهمان خانه یا در خانه تان نماز عصر را در ابتدای وقت خواندنتان بهتر است یا همراهی جماعت کمتر گذرانیده خواندن بهتر است؟ البته همراهی جماعت خواندن بهتر است، چون عصر حالی وقت دارد. لیکن شما رفتید مثلا در دیاری مثلا مکه و مدینه در یک جایی که و مثلا خود ایران گیرید، جهتی زاهدان در مذهب حنفی است، جهتی بندر عباس در مذهب شافعی است. یک کشور است مردمش، یا خود مردم ترکیه هم یک قسمتش به مذهب شافعی هست، اکثریتش در مذهب حنفی است. مثلا به یک جایی رفتید که مردم آنها عصر در ابتدای وقت میخوانند، برایت همراهی مردم در جماعت خوانید، این بهتر است. بله بله. خب در همین موضوع باز وقتی که به سفر میبرایند حالا از خانه نبرآمده میدانند که سفرشان دور و دراز است، یعنی طولانی است، میتوانند نماز را کوتاه کنند، یعنی چون نماز قصر یا نماز مسافر خوانند. حالا به مسافرت نرفتند و اما نیت دارند که پس از چند لحظه به سفر میبرند. یعنی که پیش از نماز مثلا میگوییم پیش از نماز مغرب برآمدند، الکی میدونند که نماز عشا را در شهر دیگر شاید میخوانند، یعنی میدونند. مثلا مقصدشون رفتن به دوشنبه از کنی بادام. بله. مثلا به راه برآمدند، پیش از برابر آمدن نیت دارند که نه برای حالی در داخل شهر باشن نماز پوره میخونن، در داخل شهر پوره میخونن. وقتی که دیوالهای شهر تمام شد، دیده شهر دیده نمیشد، وقتی نماز مثلا شام شد یا که مثلا کدام نمازی که شد میتونن از همون نماز مثلا پیشین باشد میتونن الکی 2 رکعت خوانن، در خمیرجو مثلا 2 رکعت خوانن، به شرطی که مقصدشون به دوشنبه رفتنی باشد، نه اینکه به خمیرجو رفته گشته می آمده باشن مثلا 2 رکعت نمیخونن، چون که 10 کیلومتر 15 کیلومتر است. خلاصه مقصد اعتبار است، نیتشون به سوی مکه هست، مثلا سفری دور و دراز است. وقتی که بر آمدند دیوالهای شهر که غایب شد بعد نمو میخونن، اما در خانه ایستاده با برابری بودن نیت نمیخونن، یعنی قصر نمیخونن. چون بعضی در همین موضوع ها بعضی نفران گفتند که یعنی الکی تو امروز که سفر داری و بلیت در دست داری، چیپتا در دست داری، میتوانی که نماز رو کوتاه خوانی، این اساس ندارد. یعنی این اساس ندارد تا مادامی که انسان حرکت نکند به سفر، از خانهش تا نبراید، اون حالی مسافر حساب نمیشه، نیتی خالی کفایتی نمیکند، باید راه به راه براید و دیوالهای شهر هم از چشم ناپدید شود. یعنی به این یگان دلیل از جانب رسول الله صلی الله علیه و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مکه رهسپار شدند در ذوالحلیفه نماز رو 2 رکعت خواندند. ذوالحلیفه تقریبا 20 کیلومتر است از مدینه. نیتشون به مکه بود، خودی به 20 کیلومتر نماز انسان قصر نمیکنه. بعضی جوانا از شهر کمتر برای سیر و گشت بیرون شهر برآمدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم 20 کیلومتر اند قصر خواندگی گفته، قصر خواندیان. مقصدشون از شهر 20 کیلومتر بیرون برآمدگی دم گرفته به شهر برمیگردن. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذوالحلیفه به آن خاطر نماز را قصر خواندند که مرادشون مکه بود، رهسپار به سوی مکه بودند، بنابراین در ذوالحلیفه 2 رکعت خواندند. یک سوال دیگر مربوط به همین وقت‌های نماز داملا،
در بعض منطقه ها وقتی نماز بین مثلا مغرب و بین عشا ساعت های دیر می شود، یعنی تقریبا ساعت های 10:30 شب نماز مغرب می آید و تقریبا ساعت 12:30 شب وقتی نماز عشا می بیاید. و بعضی نفران گفتند که می توانی که یعنی روز دیگر نماز بامداد ساعت 2:30، یعنی فاصله بین نماز خفتن و نماز فجر همگی 2 ساعت 2.5 ساعت فاصله است. یعنی گفتند که برای مشقت نشود روز دیگر کار میکند انسان ها، گفتند که مغرب و خفتن را عشا را یک جا خواند باقی نیست. گفتند به این شما چی میگوید؟ چی اساس دارند و موافق کدام دلیل همین سخنها را گفتند؟ اصل نمازها باید چقدر که در بالا گفتیم در وقتش خوانده شود و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دو نماز را یک جای کرده خواندن ممکن نیست مگر هم برای حاجی ها در مزدلفه و در عرفات. فقط برای شخص حاجی در عمرش یک مراتب اگر حج کند همینقدر. در دیگر حالت ها جمع در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. در دیگر مذهب ها جمع هست ولیکن در سفر اینجا که شما میگویید این سفر نیست. آن آدم هایی که اجازه دادن در این مسئله مشقت به نظر گرفتن، گفتن که یک قاعده هست در شریعت، قاعده بزرگ، المشقت و تجلب التیسیر، مشقت آسانی را طلب میکند. بنابراین به همین قاعده مردم که در بسیارتر در کار و در مهاجرت هستند خسته شده می آیند و گاه شام میخوانند و دیگر قدرت این منتظر شدن خفتن ندارند، جمع کنند. یعنی این مذهبی طایفه از علما همچون مشقت به نظر گرفتن و این چون یک چیزی دیگه به نظر گرفتن که اگر فتوا ندهند هم نماز خفتن اونا قضا میکنند، خواب میکنند، نماز خفتناشون قضا میشد. یعنی همین چیزای به نظر گرفته فتوا دادند. یعنی این فتوای بعضی از علمای معاصرین، ولی حرکت کنه در این حالت، یعنی آدمی که مثلا در همین خیلی شرایط زندگی میکند به فکر من یک بار شما خفتن و بامداد خونده بعد خواب رود، برای اینکه ساعت هم فاصله که کم است، اگر که شما خفتن خواب رود بامداد قضا میکند. مشکل است والله اعلم. تشکر زیاد، بسیار جوابی مفصل بود و به سوال دیگر میگذاریم تماشابینان عزیز. اینجا پیشتر هم به فکر ما به همین سوال جواب گفته بودیم. به هر حال یک مرتبه دیگر ما اون سوال رو معینا میخوانم. سوال از جانب یک تماشابین آمده رسیده است. کودک نوزاد اگر وفات کند خیر صدقه از نامش جایز است؟ سوال اولشان. بله، خیر کند اجازت است، ولی انشاءالله کودکایی که حالی به بلاغت نرسیدند انشاءالله آنها گناه نکردند و الله سبحانه و تعالی به گناهی نکرده آنها را جزا نمیدهد. امید میکنیم که آنها اهل جنت هستند. ولی خیر کندن عملی فرضی ندارد. یگان عملی فرضی بالای پدری کودکی وفات کرده واجب می شود؟ نه، نسبتی بعدی گذشتناشون نسبتی فرزند گذشته یعنی نامی صالح ماندن. بعضی علما میگن که مادامی که در شکم مادرش که 4 ماه شده بطون شد 120 روزه که گذشت کودک الکی برای جان داده شده است. مادامی که جان داده شده است بعدی همان اگر از دنیا گذرد، خواه در شکم مادر خواه بعدی به دنیا آمدن، البته او نام دارد خواه بعدی به دنیا آمدن، اما اگر حال به دنیا نآمده باشد نام ماندن، عقیقه کردن، شستن و کفن کردن، دفن کردن، جنازه خواندن، یعنی این واجبا باقی میماند چون که او حکمی آدم زنده را دارد. همین عملها را که اجرا کرد، برده دفن کرد در قبرستان مسلمان ها، همه فرض هایی که در بالا اشاره کردیم اجرا کند، دیگر
امید میکنیم که دیگر فرض باقی نمیماند. یعنی باز میپرسند که رفته و در قبرش عیادت کرده و دعا خواندن نیست لازم است یا نه؟ حاجت ندارد انشاءالله. که زیارت قبرستان مشروع است. پیامبر صلی الله علیه و سلم زور القبور گفتند، قبرها را، قبرستان ها را زیارت کنید، فانها تذکرکم الاخره، چون زیارت قبرستان آخرت را به خاطر می آورد گفتند. مبادا فکر نکنند که تماشابین ما یا اینکه آنهایی که سوال گفتند، باز اینجا در سوال بود که دعا هم رفته در قبرستان خواندن ممکن است یا لازم است؟ دعا دیگر مسئله است، زیارت مشروع است. مسئله دعا کردن در قبرستان مسئله وسیع است، شاید در دیگر صحبت وسیع تر گپ بزنیم. داملا باز مربوط به همین سوال آمده رسیده است، بعد مرگ کودک های از روز تولد تا 8 ساله چی می شود؟ یعنی آنها چی می شوند کودک های غیر مسلمان را در نظر دارند؟ در این مسئله اختلاف است، ولی الله اعلم مادامی که حالا به بلاغت نرسیدند حکم مسلمان را دارند، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کل مولود یولد علی الفطره، هر یک کودک نوزاد در فطرت تازه تولد میشد، یعنی مسلمان تولد میشد. فابواه یهودانیه او یمجسانیه او ینصرانیه گفتند، پس پدر و مادرش او را یا یهودی میکنند یا مجوسی میکنند یا نصرانی میکنند. نگفتند که یا مسلمان میکنند، نگفتند، چون که آنها مسلمان تولد شدند. بنابراین مادامی که به بلاغت نرسیده از دنیا گذرد او حکم مسلمان است. والله تعالی اعلم. سوال دیگر، استغفار از استغفرالله چی فرق دارد گفته پرسیدند؟ استغفار این طلب مغفرت پرسیدن مصدر است. استغفرالله یعنی از الله تعالی مغفرت میپرسم، این صیغه متکلم است. یعنی که فرق داره. استغفار پرسیدن، استغفرالله از الله تعالی به گناه‌هایم مغفرت میپرسم. فهمو. انشالله به سوال خودشان جواب گرفتند تماشابین ما. آیا روز جمعه پیشین را باید دیر خواند یا نه؟ کسانی که در غریبی هستند و نماز، یعنی شرایطی به نماز جمعه رفتن را ندارند. جمعه اصلا برای مردهایی که به بلاغت رسیدند و در آن شهر مسجد هست فرض است رفتن. اما اگر معذور باشند، بیمار باشند یا در سفر باشند، روز جمعه میتونن نماز پیشین رو در ابتدای وقتش خوانند. یعنی جمعه کی تمام میشد منتظر شدن شرط نیست، ولی بعضی ها گفتن که جمعه کی تمام شد بعد خوان، ولی اگر در ابتدای وقتش خواندن پیشین هیچ باکی ندارد. والله اعلم. داملا یک سوال آخرین بیاید این درباره، شاید درباره بعضی از آنهایی که در راه دعوت هستند یا شاید در موردی بعضی از داملاها باشد. اینجا سوال دادن تماشابین ما، آیدی ترس از گمراه شدن میگفتید یا چرا بعضی آدم های صالح در آخر گمراه میشوند؟ غیر از این من فکر میکنم که این تعلق به کلی مردمی. بنابراین بعضی علما در کتاب هاشون گفتن که باب الخوف من الشرک، باب درباره ترس از شرک. یعنی مشروع هست که آدم، شخص مسلمان باید از کافر شدن ترسد. بنابراین الله تعالی در سوره آل عمران دعای شخصان صالح را ذکر کرد که میگفتند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا لا تزغ قلوبنا، قلب‌های ما را گمراه نکن بعد اینکه ما را هدایت کرده. میترسیدند. حتی میگن حضرت ابوبکر رضی الله عنه هر روز در نماز شام در رکعت سیوم همین آیات را میخواندند، گمراه نگردیم گفتند. و حضرت ابراهیم علیه السلام امام موحدین، امام یگانه پرستا، پدری پیغمبرها، میگویند که و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا من و پسرهایم را نگه دار که با بت پرستش نکنیم. یعنی از پرستش بت ما را نگه دار. یعنی این شرک است. نشود که ما یه روز سنگ یا
дарахтеро ибодат кунем гуфта аз Аллоҳ таоло пайғамбару чунин дуо мекарданд. ҳазрати Юсуф ҳам таваффани муслиман гуфтанд. парвардигаро маро аз ин дунё мусалмон вафот кунон. яъне коре кун ки аз дунё мусалмон вафот кунам. ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳам ҳазрати Анас мегӯянд ки бисёр дуо мекарданд ки я муқаллибал қулуби саббит қалби ала диник. эй зоте ки қалбҳоро ба ҳар тараф мегардонӣ, қалби маро дар дини худат устувор гардон. яъне ин дуо дуои муҳим аст. ҳар як банда бояд аз ин гумроҳ шудан битарсад. шабу рӯз Аллоҳ таоло ҳидоят пурсад. ияка наъбуду ва ияка настаин иҳдина сиротал мустақим. дар 5 вақт намоз мегӯем ки парвардигор моро барои рост ҳидоят кун, на барои онҳое ки ғазаб кардӣ, онҳое ки гумроҳ кардӣ. яъне ки ин бисёр машрӯъ аст. бояд шабу рӯз инсон аз Аллоҳ таоло дуо кунад, илтиҷо кунад ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло баъди ин ки роҳи ростро барои мо нишон дод гумроҳ накунад. аз Аллоҳ таоло ҳидоят мепурсем. иҳдина сиротал мустақим صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. тамошобинони азиз, инҷо вақти имрӯзаи барномаи мо ба поён мерасад ва ман як бори дигар ташаккур мегӯям ба домло соҳрободилиён дар меҳмонии имрӯзаи барномаи мо буданд. иншааллоҳ боз рӯзҳои наздик ба баъзе саволҳои дигари шумо бармегардем ва як бори дигар дар охир шуморо хушомадед мегӯям. та вохӯриҳои дигар аллоҳ шуморо дар паноҳи худ нигаҳ дорад. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.